السلام علیکم دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. دوستا کسایی که سابسکرایب نکرده لایک نکرده لطفا لایک کنین این سابسکرایب کنین. دوستای عزیز، ایدی ما پر از جنجال، پر از مهمانی، پر از گدودی، پختک و بشوی بتی خلاص دیگه اینمی کل ایدی ما اینمی رقمی تیر شد دیگه. دوستای عزیز، کسایی که گفته بود از مویای خود یک چی ویدیو بگی، اینی هم ویدیو. اولا ما کسی سیرم موی ده موی خود میزنم، بعد از اون موی خود این رقمی جور میکنم دیگه. پیش روی موی خود اول بالا میکنم، پشت سر مکمل جور شد، بعد از اون موی بالا رو میارم دیگه. دوستا قسمی که میبینین اون رقم یک حالت گرفت. کسایی که میتونه این رقم یک حالت بده، کسایی که دستشان ده پیش روی پشت سر نمیرسه مویشان، اول مویشان دو نصف کنه، بعد از اون این رقمی جور کرده. دوستان اینجا که از همه چه من ویدیو از پیشم چی رقمی شد، این تو چوچگک آمده. خب باز ما کوشش کردم که ویدیو بگیرم، ولی کلگی ویدیو می رقمی آمده. ما کلش رو پاک کردم، من سر نو گرفتم، پاک نکردم، خب این می رقمی شد دیگه. اینجا کوفته را جور کرده رایی بودم دوستا، از تک تنها بودم، دستم تنها بود، نتانستم از کل مثلا آشپزی ویدیو بگیرم. یعنی خیلی جنجال بود دیگه. یک مسئله دوم دوستای عزیز، اینی هم کوفتگک. ما برنجم پخته کرده بودم، کوفتم یکم منو چرقه پخته کرده بودم، اما از یادم رفت وقتی که سر میز چندم کل مهمانه عجله کرد شروع کرد، ما هیچ ویدیو گرفته نتونستم. اینی ویدیو زمانی هستن که کلگیشان نان خوردن رفتن و ما تنها ماندم. ما ماندم و میز و خانه و آشپزخانه، ظرفشویی و ظرفا دیگه اینجا قمیران مانده بودم چیکار کنم. اه دیگه. خب باز من اینه جمع کردم، باز من تیز جمع کردم، خب نشد. ولی بسیار اعصاب ما خراب شد که هیچ نماندن که ما از امی دسترخوان یک ویدیو بگیرم. امی تو آمدن حمله کردن، اما تو ماندم دیگه، چیزی هم نگفتم. گفتم خب خیر است دیگه، چطور کنم دیگه. اون رقم اون چقدر شد تو خوبش جور کرده بودم، هیچ نماندن ما ویدیو بگیرم. وقت آمدن شروع کردن، ما تو ماندم. اصلا هیچ اید مزه نداد مرا. کل لباس مرا پوشیدم در آشپزی، پس لباس مرا در ظرفشویی گپا لوچ کردم، خلاص شد رفت. هیچ اید نفهمیدم که چی رقم تیر شد چی رقم تیر نشد. هی اید از ما زنا کلشان همی رقمی تیر بشه دیگه. بسیار زیاد دوستا ببخشین کسایی که مثلا ویدیوی مسایی نمیای، به خاطر که دستان هستم، هم خودم ویدیو میگیرم هم خود جور میکنم، سخت است برم دیگه. امید که منو درک کرده باشین. دوستا کسایی که سابسکرایب نکرده لایک نکرده، دوستا لطفا سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین دیگه. به حمایت نیاز دارم، لطفا دوستای عزیز، قربانتان. یک جهان تشکر از کسایی که بیننده هستن، میبینن، کامنت های مقبل برم بتین دیگه. هرچی که باور کنین میفهمی عزیز که جمع کاری کرده بودم، شو پایای مزدیست که درد میکرد، بخی میخ میزد. از سر صبح ساعت 6 بجه صبح که خیستم که در شستشوی تا شوه دیگه. شوام یک مهمان دیگه آمد، باز بر از آلایده دیگه کردم. کل زندگی من این رقمی تیر میشه، چطور کنم. خواه باز میگم مهمان حبیبی خداست دیگه. زمون خاطر دیگه. دوستای عزیز، نگفته نمانه کسایی که مثلا پیشنهاد دارد، لطفا دستا برام پیشنهاد بتین. من خواهی این کامره رو یک جای میمونم، کل کار دارم مو انجام میتونم. من چون خوب است نیست ایش نمیفهمم، باور کنید اصلا نمیفهمم من چه رقم شد چه رقم نشد. اما به نظر من این ویدیو خیلی سایزش خورد آمده، مجبور که دیگه دفعه فول اچ دی بگیرم. ولی باز من خیر دوستا، روزای اولم است، یاد ندارم، آیسته جور میکنم. و دوستا لطفا در حمایت نیاز دارم، حمایت کنین، سابسکرایب کنین، لایک کنین دیگه. اینجا میز پاک کردم، میز قکلان جور کرده بودم، دوباره میز میخواستم خورد کنم، خورد کردن نمیتونستم. با چند سختی میز گرفتم خورد کردم، با چند سختی، یعنی هیچ جور نمیشد دوستا، باور کنید. یک رقم زید کرده بود، قریب که چوبش از پیشم شکسته بود. بسیار با سختی گرفتم میز جور کردم، چوچگک کردم، باز دوباره پس میز ها رو چیندم. ببینین چقدر تیز کار میکنم. اولی و سرش گفتم باز کنم جور کنم، نتانستم.
باز این طرفش آمدم دیگه، این طرفش که آمدم دیگه بسیار به سختی طرفش رو گرفتم جور کردم. این که دارم یک مرچین دارم میوه خشک آوردم به خاطر که صبح یک مهمان دیگه آمدنی بود به حال چوندم که شروع کردم تیار کردم و یاد کردم برای مهمانهای نو. این میت یکم خوب تیر شد، خوب بود، زیاد مصرف کردم. بعضی از دوستان خفه شد که خانه ما چرا نامدی. ما این ویدیو رو جور کردم باز کسایی که از من خفه هستن این ویدیو رو ببینن که ما در این حال روز بودم. کسایی که خفه شدن از پیشم من زیاد معذرت میخوایم. ویدیو رو خاص برای ما آدم ها جور کردیم. باز نگوین که در کجا بودی چی کردی چور نامده خانه ما. اینی هم خانه، اینی هم زندگی، اینی هم از عید من. چون عید شما چی رقمی تیر شد. عید من کلشان در پاککاری جارو. حالا بگو که عید شما خوب تیر شده یا عید من. کالای من نو مرا پشدیم در کجا در ظرفشویی. کالای مقبوله. بسیار خراب شد. دوستا کسایی که سابسکرایب نکرده لایک نکرده لطفا دوستان سابسکرایب کنین لایک کنین. خداحافظ با تا ویدیوی بعدی. الله نگهبانتان. بای بای دادا.